من آروم صحبت میکنم چون ساعت 6:50 شنبه است. امروز تعطیله. همسایه ها خوابن. بلند صحبت کنم میزنم میشنم صدا. همونجور که تو تایتل ویدیو دیدی قرار بریم برلین. بچه ها گفتن امروز تعطیلیم بریم یه دوری بزنیم برلین و بعد این هفته بلک فرایدی خیلی از فروشگاه تخفیف رو گذاشتن بریم بگردیم یه دوری بزنیم و برگردیم. صبحونه میخواستم بخورم دیدم نونم تموم شده و صبحونه چیزی ندارم بخورم. دوباره پناه میبریم به لقمه های کافلند. برم اول کافلند یه لقمه بگیرم برگرد تو راهیم که صبحونه بخورم. بعدش بریم ایستگاه قطار که با قطار بریم به سمت برلین. همه جو یخ زده، دما انقدر پایینه، ماشینا این چمنا سبزه ها همه یخ زده، هوام تازه داره روشن میشه. کم زودتر اومدم بیرون چون امروز تعطیله. این فاصله اومدن ترمای کمی زیاده از دفعه پیش دیدیم دیگه، ممکنه که دیر بشه، پس زودتر میرم. خب از کدوم بابا بریم؟ بریم پایین مسیر بیابیم. خب حالا کجا بریم؟ داریم جادار. آره بریم اون بر سرده. استاربوکس چقدر دارن این خوب یه دونه دیده ما بریم ما یه دونه داریم در اواخر قرن 18 ساخته شده به دستور پادشاه فردریش ویلیام دوم تا ورودی باشکوهی برای شهر باشه و این خیابون بله همکنون پارلمان آلمان
تو رو خدا یه قانونایی تصویب کنیم ما رو زودتر راه بدیم. آفرین بچه‌های فکرشم کرد واقعا. آره در برابر این دو تا هاته ولی خب دیگه شهر به شهرستانه دیگه. سمنان مگه وجود داره؟ همون دیگه ماکسیموم هم تقریبا وجود. آره واقعا. Zurückbleiben bitte. وقتی از خروجی درستی نیومدیم منم باید بالا دارم دنبال آبی میگردم. من اینجوری بودم بس این کمون نیست. اشکال نداره الان میریم از این خروجی میریم بیرون. درست. بله ما میتونیم برای تولید محتوا هر کار. بیا نیست اون خروجی نیست ولی دیدینش این همون چیز هست دیگه. تلویزیونشونه رادیو تلویزیون که پول زور میگیره از همه. اینم که سراغ داره کلیسای اعظم برلین. میکردم یه مدت. این برنده برای بفرستم تو رو خدا فرستادن رایگان برای منم بزنم. چی؟
بورس؟ هم نمیدونم همه جا سرده حس چی هست؟ من حس ندارم. فقط این که داغه خیلی خوشحالم. خوشمزه است. خیلی الان داشتم اینجوری میکردم قطعا بریم در آینده قطعا بریم. خانم برندباز شده داریم این سمت ایستگاه قطار همون خیلی سر شده به همین دو پایم محصا که وسطاش به ما پیوست اینم بچه همیشه گشت آقا سفر ما همینجا به پایان رسید. خیلی خوش گذشت. به من که خیلی خوش گذشت. نمیدونم به من محصا انشالله که دوباره قسمت بشه. قسمت همه آرزومندم بیان دوباره برلین انشالله. و شما تو ویدیوی بعدی میبینم.